فرقی نمیکنه چطور بودنش، دور یا نزدیک بودنش، پیر و جوان بودنش، خندون و اخمو بودنش، همین که از برای دلگرمی من کافیه. صدای قدم های پدر به من آرامش میده، حتی زمانی که با صدای عصاش همخونی میکنه. ظاهرش جدی اما دلی داره که مهربونیاش به وسعت یک اقیانوسه. بد قول نیست اما گرفتاره. باش راه بیا، خسته که میشه تنهاش بذار. تو داره اما صبر کن، خودش بعد حرفاشو میگه. اون تموم دنیای منه. پدر عزیزم، روزت مبارک.